خب رفقا دیدم وقت دارم، گفتم اون قانون وان مومنت رو یه توضیح بهتون بدم. وان مومنت یکی از بزرگترین فرق‌های بین بازیکن‌های آماتور و بازیکن‌های حرفه‌ای هستش. این قانون میگه که بازیکن زمانی که پوزیشنش رعایت میکنه و آماده ضربه میشه، دقیقاً تو لحظه ضربه چه بک‌هند چه فورهند چه باندخواه، برای هر ضربه‌ای یه لحظه وان مومنت باید مکس کنه، تو ذهنش فکر کنه و بعد از اون وان مومنت ضربه رو اجرا کنه. اگر ردی و استادی میخواد بیاد برای والی، ردی پوزیشن، وان مومنت، ضربه. حالا با توجه به توانایی و سرعت عکس العمل اون بازیکن و لول اون بازیکن، این وان مومنت میتونه تو لحظه خیلی سریعتری اجرا بشه. اما اون فکر کردن وان مومنت قبل از هر ضربه یه اتفاق خیلی عجیب و خفن توی ضربه هستش و میگم بزرگترین فرق بین بازیکن‌های آماتور و حرفه‌ایه. حالا بهم بگین درست گفتین یا نه، و اینکه سعی کنین از امروز تو ضربات خودتون اجرا کنین و اول خودتون یاد بگیرین و بعد به شاگرداتون هم یاد بدین.